عملیات جستجو در روستای اوزی منطقه ورزقان. پیکرهای مطهر آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه بلافاصله به تبریز و اینجایی که من مستقر هستم وادی رحمت تبریز منتقل شد برای اجرای آماده سازی پیکرها برای مراسم تشییع. ارزم به حضورتون دقایقی قبل در میان حال غم مردم تبریز و با شور و حرارت و در جمع باشکوه مردم پیکر مطهر آیت الله رئیسی و هیئت همراه منتقل شدن به معراج شهدا در سپاه عاشورا. عرضم به حضورتون که امروز در تبریز یک برنامه خواهیم داشت. ساعت 4 بعد از ظهر در مصلی مراسم بزرگداشتی برگزار خواهد شد با حضور مردم فهیم تبریز و اما فردا صبح مراسم وداع مردم تبریز با رئیس جمهور محبوبشون رو خواهیم داشت. مراسم تشییع از میدان شهدای تبریز برگزار خواهد شد و مردم این شهر تا فرودگاه تبریز انشاءالله برای آخرین بار بدرقه خواهند کرد رئیس جمهور رو و برنامه‌های تشییع در مشهد و تهران هم قراره که به زودی اعلام بشه. اگه سوال خاصی هست من در خدمت شما هستم.